بله این هم اهالی روستای گلوگا از طبقه شهرستان زرندشت استان فارس دارن آبشخور درست میکنن برای پرنده ها و چرنده ها. تا این حد درست شده، هنوز هم ادامه داره و انشالله که خدا خیرشون بده. این هم قناتیه که آب داشته، ما کاراش کرده ایم و دارن الان ملت آب میکشن و این هم ملت غیور گلوگا دارن کار میکنن که آبشخور خوبی بشه برای حیوانات وحشی و کوه و پرنده و چرنده ها. بله انشالله یه برنامه بشه کل شهرستان همه ای کارو انجام بدن. جنت دیزم ای ماشاءالله دولو دیگه کپره دیگه خارا این هم آو شیرین. بچه ها بریزید تا بخورین نظرت. بچه ها بریزید اینجا، بریزید اینجا بینم. بچه ها بریزید کف دستو.